واژه مقدس، واژه قبالایی یهوه. اگر ما به سنت باستانی شفاهی عبریان یا قبالا باور کنیم، واژه‌ای مقدس وجود دارد که چنانچه هر موجود فانی تلفظ حقیقی آن را پیدا کند، کلید تمام علوم الهی و بشری را خواهد یافت. من توضیحی رو در مورد قبالا به شما بدم. از ریشه قبله به معنی پذیرش است. آیین قبالا یا عرفان یهود سنتی شفاهی بوده در قرن 11 و 12 در میان یهودیان اسپانیا و جنوب فرانسه. افکار قبالایی تدوین شد و نخستین آثار مکتوب قبالایی که تفسیر عرفانی بر اسفار خمسه در کتاب مقدس بود به وجود آمد. یکی از مهمترین کتاب‌های آنها سفر باهر یا کتاب روشنایی است. اعتقاد آنان بر مبنای ارتباط خداوند و جهان است. هسته اصلی قبالا را میتوان در گفتارهایی که در تلموذ آمده و در میان قنوسیان و پیروان فیثاغورس دنبال کرد. هدف قبالا برقراری ارتباط میان جهان اکبر و جهان اصغر است و بیداری در برابر شر و نفس اماره و نائل شدن به کمال. تمرکز اصلی تعالیم قبالا بر نجوم، حروف و اعداد است. اما ادامه بحث. این کلمه را هرگز تلفظ نمی‌کردند و خاخام بزرگ آن را یک بار در سال در میان فریاد مردم عادی ادا می‌کرد. این کلمه است که بر قله هر طریقت عظیم و گسترده قدیم علم و دارالعلم و مکاتبی در اختیار داشته است. هند و مصر هنوز هم از بازمانده‌های گرانقدری انباشته است که وجود این علم باستانی را ثابت می‌کند. ما امروزه بر آن هستیم که ثابت کنیم در مجموع شناخت‌های به دست آمده شاخص غالب این تعلیمات ترکیبی است جمع آمده در چند قانون به شدت ساده و اگر ما تمامی این ترکیب را به دست دهیم منجر به چند علت خواهد شد که بیجا نیست آنها را برشماریم. در عهد باستان علم فقط به افرادی منتقل می‌شد که با آزمایش‌های بسیار امتحان شده بودند. این انتقال در معابد صورت می‌گرفت و عرفان نام داشت و عالمان